تعویض روغن به نظر کار ساده‌ای میاد. روغن کهنه رو خالی میکنید، روغن تازه رو میریزید و تمام. اما واقعیت کمی ترسناک‌تره. بسیاری از خرابی‌های موتور درست بعد از تعویض روغن اتفاق میافتند. یه اشتباه کوچیک یا یه بررسی فراموش شده میتونه موتور خودروی شما رو بدون اینکه متوجه بشید خراب کنه. تو این ویدیو 7 اشتباه مهم بعد از تعویض روغن رو بهتون میگیم که هرگز نباید انجام بدید. تو تعویض روغن جزئیات کوچیک میتونن بزرگترین مشکلات رو ایجاد کنن و یکی از رایج‌ترین اونا اشتباه در استفاده از واشر دوگانه است. ماجرا اینجوری اتفاق میفته که فیلتر روغن قدیمی رو باز میکنید و واشر لاستیکی اون بی صدا به بدنه موتور میچسبه بدون اینکه حتی متوجه بشید. بعد فیلتر جدید رو میبندید و ناخواسته 2 واشر روی هم قرار میگیره. نتیجه این میشه که هیچ کدوم درست آب بندی نمیکنه. در ابتدا ممکنه تنها چند قطره روغن زیر خودرو دیده بشه، اما خیلی سریع این قطره ها به یه حوضچه بزرگ تبدیل میشن. اگه با این وضعیت به رانندگی ادامه بدید، موتور فشار خودش رو از دست میده و ممکنه کاملا خشک بشه. راه حل ساده است. پس از برداشتن فیلتر قدیمی، سطح محل نصب رو با دقت بررسی کنید. با انگشت دور اون رو لمس کنید تا مطمئن بشید واشر قدیمی هنوز باقی نمونده. این کار فقط چند ثانیه طول میکشه، اما نادیده گرفتنش میتونه هزینه سنگین به همراه داشته باشه. یکی دیگه از اشتباهات رایج که کمتر به اون توجه میشه تخلیه کردن روغن در حالی که موتور هنوز سرده. به نظر بی‌ضرر میاد، اما همین عادت کوچیک میتونه به مرور باعث آسیب به موتور بشه. روغن سرد، غلیظ، سنگین و کنده و به دیوارهای موتور میچسبه و به جای اینکه به راحتی خارج بشه داخل موتور باقی میمونه و با روغن تازه‌ای که میریزید مخلوط میشه. بنابراین تعویض روغن چه فایده داره اگه آلودگی و رسوبات قدیمی هرگز از موتور خارج نشن؟ راه حلش ساده است. موتور رو روشن کنید و بذارید حدود 5 دقیقه در حالت درجا کار کنه. نیازی به رانندگی نیست، فقط کافیه گرم بشه. روغن گرم روونه و کثیفی‌ها رو با خودش خارج میکنه و موتور شما رو به طور کامل تمیز میکنه. بسیاری از افراد برای صرفه‌جویی تو زمان این مرحله رو نادیده میگیرن، اما این باعث میشه روغن تازه از همون ابتدا آلوده باشه. اگه تا اینجای ویدیو همراهمون هستید، از پایین همین ویدیو عضو کانالمون بشید. زنگوله کنارش هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهامون با خبر بشید. یکی از روش‌های پنهان برای آسیب زدن به موتور ریختن بیش از حد روغنه. بسیاری تصور میکنن هرچه روغن بیشتر باشه محافظت هم بهتره، اما واقعیت خلاف اینه. روغن اضافه میتونه به اندازه کمبود اون مضر باشه. وقتی بیش از حد روغن میریزید، میلنگ مثل همزن اون رو میگردونه، روغن کف میکنه و روغن کفدار درست روانکاری نمیکنه. یعنی یاتاقانها و پیستونها خوش کار میکنن، حتی وقتی میلی اندازه‌گیری پر بودن روغن رو نشون میده. در مدت کوتاهی فشار بالا میره، واشرها آسیب میبینن و نشت روغن ایجاد میشه، اونم فقط به خاطر یه اشتباه کوچیک. راه حلش اینه که روغن رو آروم اضافه کنید و بعد از هر بار مقدار رو با میلی اندازه‌گیری بررسی کنید. سطح روغن رو بین 2 علامت نگه دارید و هرگز بالاتر نرید. نکته حرفه‌ای اینه که قبل از چک کردن خودرو رو روی سطح صاف پارک کنید تا عدد نشون داده شده دقیق باشه. بعد از تعویض روغن خیلی‌ها فکر میکنن کار تموم شده، اما نادیده گرفتن یه مرحله آخر میتونه تمام زحمات رو تو چند ثانیه از بین ببره. بعد از تخلیه، پر کردن و بستن همه چیز، موتور رو حدود 1 دقیقه روشن کنید. بعد خاموشش کنید. چند لحظه صبر کنید و دوباره سطح روغن رو بررسی کنید. چرا؟ چون روغن باید قبل از اندازه‌گیری دقیق از فیلتر جدید عبور کنه. وقتی تازه روغن میریزید، سطحش درست به نظر میرسه، اما به محض روشن شدن موتور فیلتر بخشی از اون رو جذب میکنه و سطح روی میله پایین تر میاد. اگه دوباره چک نکنید، ممکنه بیخبر با کمبود روغن رانندگی کنید. این مرحله همچنین کمک میکنه نشت‌ها رو زودتر بفهمید. بعد از تعویض روغن تازه، نشت‌ها بیشتر خودشون رو نشون میدن. اگه پیچ تخلیه شل باشه یا واشر اضافی جا مونده باشه، چراغ روغن زود هشدار میده. اشتباهی که بیشتر افراد حتی اسمش رو هم نشنیدن، روشن کردن موتور با فیلتر روغن خشکه. وقتی فیلتر جدید رو میبندید، داخلش کاملا خالیه. تو همون لحظه‌ای که موتور رو روشن میکنید،
موتور به روغن نیاز داره اما فیلتر هنوز در حال پر شدنه. به این وضعیت شروع خشک میگن. تو چند ثانیه اول قطعات موتور با حداقل فشار روغن یا حتی بدون روغن روی هم ساییده میشن. یک بار رخ دادن اون فاجعه نیست، اما اگه بارها تکرار بشه به تدریج عمر موتور رو کوتاه میکنه. راه حلش ساده است. قبل از روشن کردن موتور فیلتر رو با مقداری روغن تازه پر کنید تا از شروع خشک جلوگیری بشه. کافیه قبل از نصب فیلتر جدید کمی روغن تمیز داخل اون بریزید، نه تا لب، فقط به اندازه‌ای که مواد فیلتر آغشته بشه. بعد واشر فیلتر رو هم کمی با روغن چرب کنید و سپس اون رو محکم ببندید. این مرحله کوچیک باعث میشه فشار روغن بلافاصله پس از روشن کردن موتور برقرار بشه. بعضی‌ها این کارو نمی‌کنن چون ممکنه کمی کثیف‌کاری داشته باشه، اما چند قطره روغن روی دست بسیار ارزان‌تر از تعمیرات سنگین موتوره. اشتباه بعدی شاید کوچیک به نظر برسه، اما دلیل بسیاری از نشت‌ها پس از تعویض روغنه. اورینگ فیلتر روغن تنها مانع بین روغن موتور و زمینه. این قطعه واشر لاستیکیه و لاستیک با استکاک خشک سازگار نیست. اگه اون رو خشک نصب کنید خودتون رو تو درد سر میندازید. اورینگ خشک ممکنه هنگام بستن فیلتر بچرخه، گیر کنه و یا حتی پاره بشه. این پارگی کوچیک شاید در ابتدا باعث نشت نشه، اما وقتی موتور گرم میشه و فشار بالا میره روغن شروع به چکه کردن میکنه. راه حلش ساده است. قبل از نصب انگشتتون رو کمی به روغن تمیز آغشته کنید و دور واشر لاستیکی بکشید. این لایه نازک کمک میکنه واشر درست سر جای خودش بشینه و دفعه بعد هم راحت تر جدا بشه، چون اورینگ خشک ممکنه به بدنه بچسبه. مکانیک ها این نکته رو خوب میدونن، برای همین همیشه قبل از بستن فیلتر کمی مکس میکنن، واشر رو چرب میکنن و بعد اون رو آروم میبندن. اشتباه بعدی بستن پیچ تخلیه با قدرت زیاده. این اشتباه واقعا دردناکه چون باعث خرابی تعداد زیادی از موتورها شده. خیلی ها فکر میکنن هرچه پیچ رو محکمتر ببندن ایمن‌تره. آچار رو بر میدارن، پیچ تخلیه رو با تمام قدرت میچرخونن و احساس موفقیت میکنن، اما نمیدونن که در واقع رزوه ها رو سریعتر از باز کردن یک قوطی نوشابه خراب میکنن. وقتی کارتر روغن آسیب ببینه تعمیر اون میتونه هزینه زیادی داشته باشه. حقیقت اینه که پیچ تخلیه نیازی به زور زیاد نداره. این واشر روی پیچه که جلوی نشت روغن رو میگیره، نه مقدار فشاری که شما وارد میکنید. وقتی اون رو بیش از حد سفت میکنید فلز کشیده میشه، کارترهای آلومینیومی ترک میخورن و حتی ممکنه پیچ بشکنه. در نتیجه یک تعویض روغن ساده به یه دردسر بزرگ تبدیل میشه. راه حل عاقلانه استفاده از آچار تورک متر تا پیچ با فشار درست بسته بشه، چون هم واشر سالم میمونه و هم کارتر آسیب نمیبینه. اگه آچار تورک متر ندارید این قانون رو به خاطر بسپارید، محکم ببندید اما نه با زور. پیچ رو تا انتها بچرخونید و فقط کمی دیگه سفت کنید، همین کافیه. اگه قبلا اون رو خیلی محکم بستید مراقب نشت‌های آهسته باشید. رزوه‌های خراب ممکنه مدتی کار کنن اما ناگهان از هم بپاشن. اگه اطراف پیچ، روغن، لکه و یا چکه دیدید بی تفاوت نباشید و قبل از اینکه به یه فاجعه تو جاده تبدیل بشه اون رو تعمیر کنید.